يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الله يا صاحب الزمان يا صاحب لا تحلف الروح في التياع الروح في التياع والقلب في اشتياق يرنو إلى مقام به يرى التلاقي به يرى التلاقي والظلم قد تبدى والظلم قد تبدى والظلم قد لا من ظلمة العراق من ظلمة العراق نور على الأكوان نورا على الأكوان يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان ما شاء الله يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان زماني قد أورقت غصون قد أورقت غصون وغردت طيور والنور في سمانا والنور في سمانا حول الدنا يدور يا سيد المرجى قل لي متى الظهور يا سيد المرجى قل لي متى الظهور قلوبنا تعاني قلوبنا تعاني يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب زماني يا صاحب الزمان هلا 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 زماني يا صاحب هلا خادم يا صاحب میاد زمانك يا سوار بارك الله بارك الله بارك الله مولا مولا ما شاء الله مولا 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 يا صاحب الزمان نوري الحمدلله تو مجلس يا صاحب الزمان میاد زمانك یه سوار میبره از دلا قرار میاد زمکه یه سوار میبره از دلا قرار هیبت هیدری داره گوش بده هیبت هیدری داره به دست میگیره ذوالفقار یا علی یا علی یا علی یا علی آجا میاد ز مکه سوار میبره از دلا قرار هیبت هیدری داره به دست میگیره ذوالفقار به خسته ها تبون میده به بی کسا امون میده دست میکشه بر سر ما به سینه هامون جون میده ایشالله کی باشه بیاد قربون این دلی برم که باز با یه اشاره
آقا مقام آقا مقام آقا مقام آقا مقام آقا مقام آقا مقام آقا به همه عالم سروره از همه سرورا سره کریم مثل فاطمه آب و گلش از حیدره آب و گلش از حیدره یاد ز مکه یک سوار میبره از دلا قرار هیبت حیدری داره به دست میگیره ذوالفقار به خسته هام تبون میده به بی کسا امون میده دست میکشه در سر ما به سینه هامون جون میده یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن هلا 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 يا ابن الحسن 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 شعبان عيد وهنا شعبان عيد وهنا نور الهدى فيك انتشر نور الهدى فيك انتشر بالخير قد جئت لنا بالخير قد جئت لنا وبالمنى وبالظفر وبالمنى وبالظفر فيك الحسين ابن علي فيك الحسين ابن علي بنوره الكون ازدهر بنوره الكون ازدهر يا ابن الحسن 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 همه يا ابن الحسن خسته شدی يا ابن الحسن هی ما شاء الله آخر مجلسه يا ابن الحسن وزينب بعد الورى بالصبر الدين انتصر وفيك عباس له شاقة مثل القمر والأكبر نجل الهدى والأكبر نجل الهدى يسر من له نظر يسر من له نظر حسن يا ابن الحسن 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 میاد ز مکه یه سوار میاد ز مکه یه سوار میاد ز مکه یه سوار میبره از دلا قرار میبره از دلا قرار هیبت حیدری داره هیبت حیدری داره به دست میگیره ذوالفقار به دست میگیره ذوالفقار به خسته ها تبون میده به خسته ها تبون میده به بی کسا امون میده به بی کسا امون یا ابن الحسن جونا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن كذلك النور الذي به احترام این خادم با صفای امام حسین یه صلوات جلی ختم کنین. آخر مجلس و باز هم براش یه صلوات جلی ختم کنید.
دنیا براش یک قفسه. خوب این دو سه جمله رو عنایت کنید. دنیا براش یک قفسه، خیلی غریب و بی کسه. امام زمان دعا کنیم برای او، این صبح جمعه برسه. ایشالله این صبح جمعه که بشه صدای نازنین آقا جانمونو بشنویم که صدای ملکوتیش در عالم تنین انداز شده. یا اهل عالم انا بقیت الله. جانه یه جمله چون دلت اینجوری زیر و رو شد، ببینم چی به روز این دلا میاد. قسم به عشق پاکمون، به سینه های چاکمون آقا، به گریه های عاشقی، به قلبای هلاکمون. این قسم ها رو میخورم که چی بگم؟ تو رو به دنیا نمیدم، به عرش اعلا نمیدم، هیچ کسی رو غیر شما توی دلم جا نمیدم، توی دلم. آقا جان دای عشقایی که دور چشماتون حلقه زده. آقا جان ارباب ما مهربونه، مثل عموش پهلوونه، تو القمه برای ما روزه عباس میخونه. آقا جان میبینید براتون چیکار میکنن، غرق در شادی و شور، حالا اینجوری دارن عشق میریزن. آقا جان ببین الان یه اسمو میبرم چه میکنن. ابن الحسن گفتی اگه صدام کنین میام به دیدار شما. آقا امشب کم صدات زدن. گفتی اگه صدام کنین میام به دیدار شما. امشب تو رو صدا زدم، تو رو خدا بیا بیا یا ابن الحسن. جانم آقا جان قبول دارم بعدم گناهکارم، لایق نیستم، اما یه جمله میگم امشب شب ولادتتون. آقا جان اگه دلتون سوخت ببخشید. آیون سیدا هرچی بدم ولی آقا لعن امیه میکنم،
هرچی بدم ولی آقا لعن امیه میکنم. آقا جان محرما صورتمو نظر رقیه میکنم. مولا 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 تا اسم عمه جان کوچولوتونو میبرم آه از نهادشون بلند میشه. آی رقیه رقیه رقیه. چیکار کنم؟ انقدر عشق نباشه انگار هیچی نیست. باشه حالا که دنبال گریه ای بسم الله، اما موندم از این نازدانه بگم یا علی مدد. 2 تا قنداقه رو تو این ماه بردن عالم بالا. امام زمان من و شما تازه دنیا اومده رو دست امام حسن عسکری علیه السلام، مادرش اون طرف. کبوتر سپیدی پدیدار شد، اومد قنداقی آقا رو گرفت برد بالا. مادر منقلب مضطرب آقا عزیز دلم چی شد؟ این چی بود؟ کجا بردن؟ اشک دور چشمای خانم حلقه زد. ازت فرمودن نگران نباش، جبرئیل امین بود، بالایی ها مشتاق زیارتشن، بردنش بالا ببینن زیارتش کنن برمیگردونن. اون یکی آقا هم که میشناسی مولود 3 شعبان، ارباب بی کفنمون. بیبی من و شما مشغول کار خونه بود، یه دفعه دید حسینش نیست. بابا یا رسول الله حسینم کجاست؟ باز جبرئیل نازل شد، یا رسول الله به فاطمتون سلام برسونید، بگید نگران نباشه، بالایی ها مشتاق بودن. میدونی آخر مجلسی چی میخوام بگم؟ 2 مادر 2 قنداق بچه هاشونو بردن، منقلب و نگران شدن، اما بعد اطمینان پیدا کردن، آزاده هاشونو سالم برگردوندن. لبخند رو لباشون نقمه. ای قربون مادر کربلا. باریکالله باریکالله به ایدلای کربلایی. بازم آرزو میکنم ببینمتون ایشالله، سراتون رو زری اربابتون بگذارید، بگید آقامون کربلایی مون کرد. حسین حالا که اینجوری الحمدلله راه افتادی، یا علی مدد بالا بگیرم پرده حرم را، شاید ببینم روی اصغرم را. هی میاد گهواره رو آماده میکنه، مرتب میکنه، بچه‌مو یه قدری آب بدن برگردونن راحت بخوابه. حالا بگم ای کربلایی ها، یه دفعه مادر داغ دید بابا پشت خیمه داره یه قبر کوچولو میکنه. آقا صبر کن بیام یه بار دیگه علیمو ببینم.
یا زهرا یا زهرا چه خبر امشب؟ یه دو بیتی و یا علی مدد. آخه آیا امام رضا خیلی از مهمونا و زائرای شما اینجا. آقا جان چرا در خون نشسته نوگل من؟ آخ عجب سیراب گشته بلبل من، بلبل من، بلبل من. همه نوکران، پیر غلامات، شیخ‌زادا، پدرها، مادرها، ولایتی‌های زیر خاک همه فیض برده باشن انشالله. آقا به قلبم زخم‌ها از تیر دارم، حسین جان حالتی دلگیر دارم، ای دل ای دل. آب رو آزاد کردن، یه قدر این زن و بچه آب خوردن، حالا جیگر رباب داره میسوزه. آقا آخ مرا امروز قدری آب دادن. میدونید چی میخوام بگم یا نه؟ هرچی دلت سوخت ناله کربلایی بزن. مرا امروز قدری آب دادن دادن دادن. آقا بیاور اصغرم را، شیر دارم شیر دارم شیر دارم. شب و روزای عید بیش از این توقع روزه نداشته باشید. یا علی مدد فیضمونو بردیم. منم التماس دعا دارم، حالا دستاتونو بیارید بالا، همه با هر کی خالی دستش بیار بالا، اگرم پره که یا علی 5 مرتبه با همه وجودتون نامی رو ببرید که همه خوبای عالم به احترام این نام عنایت میکنن. 5 مرتبه یا زهرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. همه حوائج مد نظر، مخصوصا فرج آقامون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما